حضار عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، نمازگزاران جلیل القدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که خدای قادر لایزال، کریم با کمال، جلیل ذوالجلال در این لحظات بسیار مبارک و پرفیض نماز جمعه قلوب همه ما را با نور قرآن عظیم الشان مزین و منور بگرداند و این جمعه را کفاره گناهان گذشته و آینده ما بگرداند و به لطف و کرم و فضل و بزرگواری خیش قلم عفو را به جولان در آورده و بر همه معاصی گذشته ما خط قرمز بکشد ان شاء الله. همونطوری که استحضار دارید، بحث امروز ما هم دنباله آیه عدل و احسان در پرتو قرآن می باشد که 4 جمعه گذشته این موضوع بحث ما رو و جمعه ما رو به خودش اختصاص داده بود و اینک جمعه 5 که پیرامون آیه عدل و احسان صحبت می شود. امیدواریم که خداوند پاک از همه ما به لطف و کرم خویش قبول بفرماید. 3مین دستور خداوند عزوجل در این آیه عظیم الشان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی. خداوند به دستورالعملها و راهکارهای مهمی، عنصرهای عظیم و حیات بخشی در راستای ایمان و تقوا در این آیه متبرکه اشاره می فرماید که قطعا اگر ما دستورالعملهای فقط همین آیه مبارکه رو آویزه گوشمان بکنیم و در عرصه عمل اونها رو پیاده بکنیم، قطعا سروران عزیز موفقیت و کامیابی و پیروزی از آن ما خواهد شد. خداوند در این آیه به 3 چیز و عنصر اساسی دستور و از 3 معصیت و گناه انسان رو منع می کند که 2 تایی که مأمور بهی بودیم ما و از جانب خدا دستور به اجرا و انجام و عمل کردن به اونها داشتیم. شما شنیدید که اولی عدل، دوم احسان که من پیرامون این 2 قضیه صحبت کردم. اما دستور 3 که منظور هدف خداست در این آیه عظیم الشان میفرماید به ایتاء ذی القربی، یعنی دادن به خویشاوندان، کمک کردن به خویشاوندان، هدیه دادن به خویشاوندان، اعطا نمودن به اقارب. معنی ظاهری آیه اینه که انسان به خویشاوندانش کمک بکنه، اما چه نوع کمکی؟ منظور از دادن به خویشاوندان چیه؟ این آیه سکوت گذاشته این قضیه رو، اما آیه دیگر این آیه رو باز میکنه، تفسیرش میکنه، تشریحش میکنه، بستش میده که میفرماید به آت ذی القربی حقه. شما به خویشاوندان و اقارب، دوستان صمیمی، کسانی که پیوند خویشاوندی با اونها دارید، حقوق اونها رو ادا بکنید، حق اونها رو بدید. باز سوال ایجاد میشه که خب چنه حقوقی برگردن ما دارن؟ بله، حقوق خویشاوندان کلا حول 2 محور میچرخند، یکی حقوق مالی و دوم حقوق جانی. هر خویشاوند و اقارب برگردن دیگری 2 حق دارد، حق مالی و حقوق جانی، که اگر رعایت نکردیم به بسیاری از آیات عظیم الشأن قرآن عمل ننمودیم. هر جا پروردگار عالم بحث از وحدانیت، تقوا، ایثار، رعایت نمودن حقوق والدین سخن به میان می آورد، پشت سر اونها حقوق اقارب و خویشاوندان رو ذکر می کند. شاید تا امروز ما این مسئله رو بسیار سطحی نگاه کرده باشیم، اما
با آیات و احادیث و روایاتی که من امروز خدمت شما عرض میکنم باید تجدید نظر در زندگی ما باید بکنیم، در رفت و آمدها، در عرصه ارتباطات، اینها باید تجدید نظر بشه. اول این که رفت و آمدها باید بشه و دوم انگیزه درست باید به این رفت و آمدها باید داد. صلوات قدرانی نزد بفرمایید. بله، حقوق خویشاوندان خیلی زیاده. حقوق مالی من اول خدمت شما عرض میکنم. شما اول جزء 4 قرآن عظیم الشأن میخونید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حضرت ابو طلحه یکی از انصاره، ایشون دارای نخلستانها و باغهای بسیار عظیم و بزرگی بودند و یک نخلستانی از همه نخلستانش وجوه امتیاز خاصی داشت، به خاطر اینکه درختهای نخل زیاد بود، انواع میوه‌جات داخلش بود، آب و سرد و گوارایی که در مدینه منوره بسیار کمیاب و نایاب بود در میان این باغ روان بود و رسول معظم اسلام بارها و بارها جهت نوشیدن از آب خنک این باغ و جهت استراحت در فصل گرمای سوزان تابستان به این باغ تشریف می بردن که اونجا استراحت بکنن. باغ بسیار محبوب بود. شما میدونید که پیامبر جهت استراحت اونجا میرفت. این باغ از یک نظر میوه‌های بسیار زیادش، آب و هوای خنکش، آب شیرین و گواراش تو دل ابو طلحه خودش جا داده بود و از طرف دیگر این باغ میزبان قدوم رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. هر روز پیامبر خدا می آمدن تشریف بیاوردن، روزهایی که وقت میکردن ابو طلحه به خودش میبالید، باغ ابو طلحه به خودش مینازید که میزبان بزرگترین ابرمرد تاریخه و امروز محمد رسول الله قدم در روی این باغ میگذارن و از میوه‌های نازل این باغ استفاده میکنن. چه افتخار بزرگی، چه مجد و عظمت بزرگی که نصیب این باغ گشته است و نصیب صاحبش ابو طلحه. شما به جای ابو طلحه باشید آیا این باغ را با قیمت هزاران میلیارد تومان میفروشید؟ اگر قدرشو بدونید نه. تا اینکه این آیه عظیم الشأن نازل میشود ایمان صحابه رو بسنجید، ایثار صحابه رو، بخشش صحابه رو در عرصه های مختلف. آیه نازل شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز شما به بر و نیکویی نمیرسید تا زمانی که از اموالی که در قلب شما محبت بیشتری دارند در راه خدا انفاق نکنید. این آیه صحابه رو تکون داد که شما به مرحله اوج نیکی و رستگاری نمیرسید تا زمانی که بهترین اموالتان را در طبق اخلاص نریزید و پیشگاه خداوند عزوجل تقدیم نکنید. این آیه به گوش ابو طلحه رسید، برق سفاز گرفتشش، سر جاش ایستاد گفت سبحان الله، منم میدونم، خدا هم میدونه، رسول الله هم میدونه، تمام اقوام هم میدونن، زمین و زمان هم میدونه که در میان اموال من باغ بیروها یه چیزی دیگه است. لذا با خودش استخاره کرد، حرکت کرد به محضر رسول خدا، آمد گفت یا رسول الله این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون منو تکون داد و من در میان همه اموالم از باغ بیرها مالی محبوبتر ندارم. من نمیخوام قله های شامخ بر نیکویی را رها بکنم و فات نکنم، بلکه یا رسول الله این باغ با تمامی نخلستانش، با تمامی آب و شیرین و گواراش همه در خدمت تو محمد، هر جا که دلت میخواد مصرف کن. این یک بعد قضیه هست. رسول خدا بلا فاصله از اون جایی که اهمیت رشته خویشاوندی تو دستشه گفت ای ابو طلحه خدا و رسول ازت پذیرفت، ولی اقارب و خویشاوندان تو بر تو حقوقی دارن، این باغ را تقسیم بکن از اول تا آخر در میان خویشاوندانت، حتی به من محمد هم چیزی نده. سبحان الله، اینقدر اسلام به حقوق خویشاوندی اهمیت قائله که این باغ را کلا در میان خویشاوندانت اقارب ذی حقت این رو تقسیم بکن و این کار رو کرد. رسول خدا در حدیث دیگر میفرماید کسی که صدقه به مسکینی بدهد بهش یک ثواب میرسه و اون ثواب صدقه است، اما کسی این صدقه رو برداره به قوم خویش مسکینش بده دو ثوابه، یک ثواب صدقه و دوم صله رحمی
که رشته خویشاوندی رو مستحکم کرده، ناگسستنی کرده. این ارزش بسیار بالا و بالایی دارد. ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها کنیزی داشتن، در راه خدا صدقه کردن. خبر به رسول خدا رسید، پیامبر خدا فرمود اگر ای میمونه این را به دایه‌های که انسان‌های مستضعفین بودن میدادی و مراتب بهتر و بالاتر بود. این خیلی مهمه. انسان نباید با کوچکترین ناراحتی از جانب خویشاوندان قوم و خویشی خودش را و ارتباطات خودش رو از هم بزنه. ابوبکر صدیق رو همتون میشناسید، بله؟ ابوبکر صدیق یار غار پیامبر، نخستین مردی که از خورشید اسلام پرتو روشنایی گرفت و نخستین کسی که زانوی تلمذ را در محضر رسول الله زد و نخستین کسی که علمدار اسلام و پرچمدار مسلمانان تا قیامت به شمار می آید. اون ابوبکر صدیق پدر خانم رسول الله حضرت عایشه دختر ابوبکر در خانه پیامبر. واقعه اسفناک حادثه افک که بر حضرت عایشه رو همتون شنیدید که تعدادی ناجوانمرد رذل پس منافق صفت به سرکردگی و ریاست عبدالله ابن ابی منافق که همواره دنبال روزنه‌ای بود و دنبال ارسال نقطه ضعفی بود که بر رسول خدا و بر یارانش بتازد و این کار رو کرد در واقعه افک که تهمت زدن، تهمت ناروا بر مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه، کسی که خدا صبر عیش و از ما فوق سبع سماوات نازل کرد. یکی از افرادی که با عبدالله ابن ابی به صورت ناخواسته وارد شد داخل این قضیه و بحران حضرت مستح بود. مستح از اقارب و خویشاوندان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود که قبل از این واقعه حقوق مستمری از حضرت ابوبکر صدیق میگرفت. سفره سخاوتمندانه ابوبکر رو ببین که سفره رو باز کرده، هزاران نفر میان حقوق مستمری میگیرن بدون که کاری بکنن برای ابوبکر صدیق، برای حقوق میگیرن. از جمله یکیشون همین مستح هست. هنگامی که حادثه افک و بحران افک پیش آمد، مستح هم سازی برداشت و بر خواست دل منافقین ساز خودش نوازید. حضرت ابوبکر خیلی ناراحت شد. شما به جای ابوبکر باشید چیکار میکنید؟ بعد از این که بلافاصله آیات قرآن عظیم الشأن 16 آیه بلافاصله نازل شد برای تبرئه حضرت عایشه صدیقه و برای این که این نقاب کری که منافقین بر چهره نازنین حضرت عایشه صدیقه گذاشته بودن اون رو رفع کرد الله عزوجل و براءت ایشان را برای همیشه در بزرگترین کتاب تاریخی خودشان که کتاب به قانون اساسی مسلمانان است ثبت کرد. شما به جای ابوبکر باشید چه تصمیمی با این آقا میگیرید؟ میگی چی؟ نامرد، سر و صفه نمکدان را شکستی، نمک را خوردی و نمکدان را شکستی و به نعوذ بالله به اصطلاح بعضیان میگه به آبخور خودش لگد زد. ابوبکر صدیق هم طبیعت بشری داشت، بلا فاصله از اینجا ناراحت شد، رنجیده شد، حقوق این آقا را قطع کرد. گفت برو از این به بعد چون که تو به حریم خانه من، به ناموس من و ناموس رسول الله و مادر همه مؤمنان ترحم نکردی، از امروز به بعد در دربار ابوبکر صدیق جایگاه به وجه اجتماعی نداری. این حرف رو زد، بلا فاصله آیه نازل شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم. ابوبکر چرا قسم میخوری که به فرد مسکینی که در دربار توست و از تو حقوق میگیرد اونو رد بکنی و دست رد به سینش بزنی؟ جایز نیست و شایسته نیست برای ابر مرد و جوان مردی چون تو ای ابوبکر که قسم بخوری که بیاد از این به بعد من به تو مال نیمم. فلیعفوا ولیصفحوا، ببخشید و در بگذارید، سفره خان و کم عفو و بخشش رو باز کنید. الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید که خداوند عزوجل شما رو ببخشه؟ آیه که نازل شد به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد. ابوبکر صدیق دیوانه‌وار دنبال گم شده اش مستح که پیداش بکنه، پیشانیشو ببوسه، دستش بگذاره بگه عزیزم از ماه آینده حقوقتو دوبله بگیر، 2 برابر حقوق ماهیانه گذشته که دریافت میکردی. اینها بودن ابطال عقیده و ایمان، کسانی بودن به آیات قرآن عظیمشان اهمیت میگذاشتن،
که نفس خودشون رو کنترل کردن، نفس خودشون رو خرد کردن، زندگی خودشان را در طبق اخلاص ریختن و فدای فرامین الله عزوجل کردن. ولا یأتل اولو الفضل منکم. اگر امروز همسایه‌ای به طرف من شما کج نگاه بکنی یا قوم خویشی، برای همیشه حتی دلمان نمیاد به طرفش نگاه بکنیم. بحث چون که گسترده نشه و من وقتم بسیار محدوده. اولین خدمت جانی است. آقا زکات داری، باید زکات خودت را اگر در میان خویشاوندانت کسی هست که مستحق زکاته، اون از هر کس حقدارتره. حتی فقها می‌نویسند انتقال زکات از شهری به شهر دیگر ممنوع، مکروهه. یعنی شما اینجا می‌نشینید، از اینجا زکاتتون رو برمی‌دارید می‌رید به شهرستان دیگر، در حالی که اینجا فقرا زیادن، ولی در یک جای همین جواز دادن، در صورتی که در اون شهرستان قوم خویشی داری که اون مستمند هست. یعنی اینقدر حقوق اقارب زیاده، حقوق خویشاوندان در عرصه مال. آقا مریضه، بارها آمدن شکایت کردن، بیمارستانه، خرج عمل جراحی شده تقریبا 1,200,000 تومان. خویشاوندان دارن گردن کلوف، هر کدوم یه زانتیان زیر پاش، موهام ترم زده و 2 تا موبایل، یکی تو این جیب یکی تو این جیب، شب روز داره دیوانش کرده، اما فقط یک لحظه تا نمیتونه به عیادت این آقا بره. دنیا چه شده سروران عزیز؟ این دنیا چقدر بر ما مستولی شده و قرار یافته است. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای، گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانه‌ای، یا مثال توده برفیست در فصل بهار، هیچ عاقل می نبندد در چنین جاخانه‌ای. باز گفتم حال آن کس بو که دل در وی است، گفت یا دیویست یا غولیست یا دیوانه‌ای. اینقدر دنیا ما رو در خودش خرد کرده سروران عزیز که حتی حاضر نیستیم به برادر مسلمان ما کمک بکنیم. من بحث رو باز میکنم انشاءالله. این اولین حقوقش. قسمت دوم حقوق اقارب و خویشاوندان، حقوق جانی است که انسان باید با جانش و مالش در خدمت خویشاوندانش باشه. آقا اگر تو تمام سلطنت دنیا رو بهت بدن، ملک قارون و شداد رو بهت بدن، تنها بخوری هیچ ارزشی در میان مردم نداری، مثل بنا نسبت به از حیوانات که میخورن به دیگران توجه نمیکنن. امروز انسانیت به اون درجه از ارسال خدمت شما حیوانیت و پس فطرتی رسیده است بنا نسبت جماعت و دوستان. حقوق جانی، سبحان الله، حدیث رسول خداست میفرماید هنگامی که الله عزوجل همه مخلوقات رو خلق کرد، زمین، آسمان، کروات، سیارات، منظومه های شمسی، کهکشانها، میگه رحم، صله رحم بلند شد. حدیث صحیح در صحیح بخاری، صحیح مسلم، میگه صله رحم بلند شد، دست خودش به عرش خدا گرفت. گفت ای صله رحم چی میخوای؟ گفت یا الله حقوق همه رو دادی، حق من موند، من حق رو میخوام. چه حقی میخوای؟ حقی که بقیه بندگان مخلوقات دادی. گفت ای صله رحم آیا راضی میشوی که چون که تو رحم هست، نام تو هم رحم هست و مشتق از رحمانیت و بخشش خداوند عزوجل هست، آیا راضی میشوی که هر کس که تو را وصل بکند برقرار نگه دارد؟ به خدا قسم که او را به رحمات خودم وصل میکنم. اما اگر کسی صله رحمی را بدون انگیزه خدایی و دینی قطع بکند، شاهد باش که من برای همیشه اون را از رحمت خودم قطع خواهم کرد. میلرزون این حدیث انسانو. کسی که از رحمت خدا منقطع باشه، رشته ناگسستنی بین بنده و خدا قطع باشه، دیگه این بنده چه راه امیدی میخواد داشته باشه؟ درهای امید به روی او بسته شده، روزنه های امید برای او مسدود شده. رسول خدا در حدیث دیگر میفرماید لا یدخل الجنة قاطع، کسی که قطع کننده صله رحم است داخل بهشت نمیشه. سبحان الله. حضرت عبدالله ابن ابی اوفا میفرماید ما در صحرای عرفات نشسته بودیم، پیامبر خدا میخواست سخنرانی بکنه. قبل از اینکه سخنرانیش آغاز بکنه گفت آقا این توجه کنید. گفتن چیه؟ گفت هر کس که قطع کننده صله رحم هست، ارتباط خویشاوندیش رو قطع کرده، لطفاً از مجلس ما بره بیرون. که خداوند عزوجل در مجلسی که یک نفر قطع کننده رحم حضور داشته باشد، هرگز دعای کسی را مستجاب نمی‌کند و رحمات خودش نازل نخواهد کرد. امروز چه شده مسلمان‌ها همه دعا میکنن در نمازهای جمعه قبول نمیشه؟ چرا؟ چون که هزاران نفر مثل من طلبه حتی قطع صله رحم کردیم و با خودمان توجیهاتی داریم که من توجیهات رو هم خدمت شما عرض میکنم. اما این مطلب رو حدیث رسول الله بیان میکند که انسان نمیتونه، چون که عامل نیستم من این حدیث را به زبان بیارم که فرمودن لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاث، برای برادر مسلمان جایز نیست، حلال نیست
که با برادر مسلمانش بیشتر از 3 روز قهر بکنه و هر کس بیشتر از 3 روز قهر کرد به اسرائیل و ملک الموت سفیر خدا به سراغش آمد، مرد درون بهش جایگاهش است. این نماز عبادت به چه درد انسان میخوره آخر؟ انسانی که انسان اجتماعی نباشد، با خویشاوندان ارتباط نداشته باشد، حقوق اونها رو رعایت نکند، مرد. پیامبر خدا در حدیث صحیح میفرماید اونها داخل جهنمند. امروز حقوق خویشاوندان که به جای خودش حتی حقوق ارسال خدمت شما پدر و مادر هم رعایت نمی شود. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، کسی که عمر دوم در عرصه عدل و انصاف و قسط بهش میگن، فرمودند با کسی که قاطع صله رحم است هرگز رفت آمد و نشست برخاست نکن. چرا؟ چون که 2 جا 3 جا در قرآن لعنت شده اینها. اینو ببینید آیات قرآن عظیم الشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به اولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار. کسانی که عهد خدا را میشکنند و کسانی که صله رحم را قطع میکنند، اینها کسانی است که پروردگار عالم اونها رو لعنت کرده است. به آیه دیگر واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، از خدا بترسید در مورد صله رحم. آیه دیگر فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله و اعمی ابصارهم. کسانی که قطع صله رحم میکنند و فساد میکنند در روی زمین، پروردگار عالم اینها رو لعنت کرده و روز قیامت با چشمان کور محشور میشن. اینها آیات متبرکی است که در مورد این مسائل واقعا نازل شده است. اما از طرف دیگر اگر صله رحم برقرار بشه، حدیث صحیح داریم پیامبر خدا میفرماید که من احب ان یبسط له فی رزقه، کسی که دوست دارد رزق روزیش وسیع بشه و ینسع له فی اثره و در عمرش ازدیاد پیدا بکنه، فلیصل رحم، صله رحم رو برقرار بکنه، رشته خویشاوندی رو نبرد. خوب توجه کنید حدیث چی داره میگه؟ هر کس میخواد رزق روزیش با برکت بشه، زیاد بشه. امروز کجاست رزق روزی ها؟ برکت در رزق روزی نیست. مردم امروز نسبت به 50 سال قبل هرگز گرسنه و مسکین و فقیر پیدا نمیشه. کمترینش پراید سواره و اصلا خدمتش رو مبل و فرش کاشان و کرمان برای خودش میشینه، بهترین بینا دارن میسازن، چوپونه ها آمدن ساختمان های 2 طبقه درست کردن. مگر فقیر دیده میشه؟ اما همه دارن میدون، تشنه و گرسنه‌اند. حسادت، عدم قناعت، بخل، این مسائل آمد تو زندگی و برکت رو از زندگی برده. زمان قدیم اگر 1000 نفر 100 نفر یک شب میامدن به خانه یکی، میگفتن نون پیاز پینک باز بفرمایید. امروز اگر خبر بشن زنگ بزنه از زاهدان یا از جای دیگر که برات مهمان میاد، گویا ملک الموت داره میاد. خدا شاهده. چرا؟ چون که اونقدر تکلفات رفته بالا، چون که اونقدر بی محبتی آمده، چون که انگیزه ها خدایی نیست. اگر کسی اولا که رفت آمد نیست، رفت آمد را بریزید تو زبالدان تاریخ. رفت برادر با برادر آمده تو مشهد کار میکنه، 2 ساله که خواهرشو ندیده، کو رفت آمد. اما با پولدارا خیلی شیش دونگ رفیق شیششه، اصلا درکن نمیشه ازش. به قول اصطلاحی روستایی ما خودی خود بیانه پرست شدن همشون. انگیزه ها خدایی نیست. تا پولداری رفیق تن، قربون بند جیرتن. پول شده، فقط محبت شده پول، عطوفت شده پول، مودت شده پول، عشق شده پول. نمیدونی پول چقدر ارزش داره برای ما. مقداری توجه کنید به این قضایا. میگن چی؟ نه بابا، نون برنج پینک کرنج مشکل نداره. برنج میدیم ولی پینک ما پیشان ما بذار کرنج باشه. چرا؟ چون که رفت و آمدها خدایی نیست. من یادم هست به یکی از دوستان سر میزنم، یکی از دوستان مؤمن، زمانی که طلب بودم هر زمان میآمدم پیش این آقا، بعد همون غذایی که بود داخل خانه درست میکرد. یعنی طوری نبود که تکلفات بکنه غذای جدید درست بکنه. خانمش میگفت که شما چرا مولوی آمده غذایی برای فلان؟ گفت نه، من دوست دارم که مولوی همیشه بیاد، دوست دارم که فلانی همیشه بیاد. اگر من براش تکلف بگیرم، خب واقعا همونجوریه که من یک مرتبه پیش خانه‌ای که برم بیرون انقدر تکلف کرده خودشو به زحمت انداخته، دیگه خجالت میکشم بار دوم برم. ولی اگر همون نون پیاز باشه، پینکم بازه، مهمانم 1000 تا بیاد به منظره یکی است. چرا؟ چون که دغدغه نداره. از اون طرف زنگ می‌زنن وقتی میاد، خانم بله یک نوع گوشت که حساب می‌کنه، گوشت ماهی یک طرف، مرغ یک طرف، کباب یک طرف، از گوشت گوسفند شطور یک طرف، برنج دو نوع، دمپخت نمونه آبکش،
و از طرف دیگر نوشابه‌های آنچنان سالاده‌هایی که فقط مهمان بشینه از لحظه‌ای که آمده تا صبح نمیتونه سالادها رو بشماره. این همه اسراف، تازه یک لقمه بخورن بذارن برن دنبال کار. من خودمو میگم و بعد همشون این غذا هم زبانه زباله‌دان. انصاف نیست، للهیت نیست، انگیزه ها خدایی نیست. به خاطر همینه که برکت از زندگی رفته، برکت نیست. و دوباره حدیث میگه کسی که روابط خویشاوندی رو برقرار بکنه عمرش زیاد میشه. سواله چطور عمر انسان که میگه شما قضا و قدره، عمر که اصلا عوض نمیشه، چطور عوض میشه؟ بله، برکت در عمر میاد، برکت در اوقات میاد، عمر انسان زیاد میشه. به این طریق که انسان بعد از مرگش همه یادش میکنن. نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان میمیرد. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. کسی که نکونام هست و به عرصه مهمان نوازی، روابط خویشاوندی، از خودش عمل صالح به جای گذاشته، برای همیشه زنده است، مرگ نمیاد. هر کسی میگه خدا بیامرز پدر فلانی چه انسان مهمان نوازی، چه انسان خویش دوستی، قوم دوستی، همه ازش تعریف میکنن. فلانی کنسکومش کن، با حرفش هم نزن. امروز محبت ها رو بیایم محبت های خدایی بکنیم. یا محبت میکنم با هم دیگه قرضی، سر تعزیه فلانی میمیرم چرا؟ چون که سر تعزیه من نیامده. خانه فلانی میمیرم چرا؟ چون که خانه من انگار نون قرضی به هم دیگر میدن، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن لیس الواصل بالمکافی. کسی که عوض بدل داره رفت آمد میکنه اینو نمیگه کسی که صله رحم را برقرار کرده، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها. اما واصل واقعی کسی است که وقتی طرف قطع بکنه این رفت آمد بکنه. این مهمه. صحابی آمد در محضر رسول الله گفت یا رسول الله شکایت دارم. گفت از کی؟ گفت از قوم خویشم. چرا؟ چون که من چندین بار رفتم به اونها صله رحم، برای بزرگداشت صله رحم خوش آمد گفتم، اونها با من قطع کردن. من به اونها احسان کردم، اونها جواب من ندادن. من به اونها سلام کردم، اونها پشت گرداندن. پیامبر خدا فرمود اگر راستگو باشی در این ادعایت، خاک پاشیدی رو صورتشان. یعنی چی؟ یعنی به زودی اونها ذلیل و پست و خار خواهند شد. این حدیث رسول الله است. چرا امروز اینقدر مال دنیا آمده؟ آقا میگه من نمیرسم. جالبا تو که دکانداری نمیرسی، منم که میگه من مولوی صاحب هستم اصلا نمیرسم. اون آقایی که تو بازار هست میگه من نمیرسم. اون آقایی که پشت میز نشسته و علاوه به دستش برد 250,000 تومان تو حسابش ریخته میشه اونم نمیرسه. مدیر میگه من نمیرسم. آقا انسانیت به چه درد میخوره؟ من میخوام این مسئله رو باز بکنم. آقا با خواهرش دست آمد نداره، سالیان سال خاله‌شو ندیده، عمه‌شو نمیبینه. آخه این زندگی پس مرده دنیا چقدر ارزش داره که انسان از پدر و مادر و قوم و خویش و تبار و این رو همه بندازه، همه چیز دست نفتی شده هر کس برای خودش. این چقدر ارزش داره؟ و فردا که بمیری همین خویشاوندانه که دارن تو رو تعزیه میکنن، تشییع میکنن. مال والله نیست، ماشین پراید نه، کرچکاشان و کرمان نه، ظروف کریستالی که تاق چندید تا تمام چاچه های خانه‌تون اونها نیست. اونها تو خانه تو رو رها میکنن، میگه برو گم شد مال کاره. اما همین خویشانه که تو رو تشییع میکنن. مقداری انصاف داشته باش. همین خواهری که برات میگریه، همین عمه است که میخواد خودش رو فدای تو بکنه، اون مادر مسکینه، مادری که زمانی کوچک بوده تو را خوشگوتر کرد، شبها تا صبح آرامش و فدای آرامش تو کرد. آب بینی تو نمیتونستی جمع بکنی، جمع میکرد. از دهان تو هیچ کس دوست نداشت، اما مادر دهان تو رو، زبان تو رو میبوسید. آب دهانت برای اون شربت گوارا بود. اون مادری که اگر تو سردرد میبودی به خدا قسم همه وجودش سردرد، نهمات رو حمل کرد. شبها برای شیر دادن بدبخت سر صدا پستانش تو دهانت میکرد. اما ای پسر بی انصاف، ای پسر بی انصاف، ای خیر شاهی بی انصاف، وقتی بزرگ شدی چه کار کردی؟ وقتی بزرگ شدی خم تو روی مادر، سیلی تو گوش مادر. مادر جان بیا، نمیرسم مامان، کارهای دنیا نمیگذارم، کار دنیا برو نمیگذارم، مهلت نمیده. از مادرم هم، از پدرم هم، از خویشاوندان هم. این مال چقدر ارزش داره که این مادری که اونقدر به زحمت کشیده که به خدا قسم در زمان حضرت عمر رضی الله عنه بوده که از هندوستان مادرش به کولش کرد، آورد تا مکه مکرمه پیاده. عمر بن خطاب گفت ای عمر، من مدت 9 سال مادرم همینطور حج میره با کولم، با پشتم سوارش میکنم میبرم، موتورشم، سوپرویژشم. آیا حقش رو ادا کردم؟ گفت به خدایی که محمد به رسالت فرستاد حق یک شبشان ادا نکردم. های جوان، تو چطور تو صورت مادر نازنینت
مادر مهربان است، مادر گرانقدر است که خدا میفرماید حملت امه کرها و وضعته کرها، با سختی و مشکلات رو حمل کرد، 9 ماه نمیتونست بذارتت، خسته بشه نمیشه بذارتت، همش به پشتش. بعد این که باز ایام شیردهی، ایام بزرگ کردن، پدران میدونن، مادران میدونن من چی میگم. جوانان شما پدر نشدید که بدونید. به خدا قسم انسان از زندگیش بیزار میشه وقتی این بچه‌ها سر صدا میکنن، دیوانه از انسان، از خودش فراموش میکنه برای این بچه‌ها. این به خلاف انصافه که بچه بزرگ بشه دنبال زنش بیفته و از مادرش فراموش بکنه، دنبال بچه‌هاش بیفته و بچه‌ش مریض باشه، زنش مریض باشه، ساعت 2 نصف شب زنگ میزنه الو تاکسی تلفن فلان کجا؟ بیمارستان ایناندازا. اما مادر داره جون میده به تغییر مادرش نرفتن پیدا بود. دوستان به خدا قسم این مایه ننگ رو این دنیا چقدر پس فطرت شده و ما رو پس فطرت کرده. این دنیا چقدر پس فطرت شده که 2 تا برادر به خاطر یک وجب زمین سالیان سال با هم قهرن. مگر نشده به خوشی و ناخوشی یکدیگر خبر ندارن 2 تا برادر از یک پدر و مادر؟ این چه شوری است که در دور قمر میبینم. حافظ میگه همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم، هیچ مهری نه برادر به برادر دارد، هیچ الفت نه پدر را به پسر میبینم، دختران را همه بدخواه پدر میبینم. خیلی مشکل ها. 2 تا باجناق با هم دیگر نمیتونه زندگی. تعجب ها. با این تو باجناقا که یک رقم دیگه هست اصلا. آقا تا دیروز با هم دیگر رفیق و قوم و خویشن، دوسته با هم دیگر، به مجرد اینکه باجناق بشن گویا شارون و اسد بوش میشن با هم دیگر، که البته نبتاشون با هم خوبن. چرا؟ چی شده مگه؟ چی نابخشیده؟ آقا باجناقته. قدیم که میگفتن بابا باجه که به باجه رسید، نفس بزغالب به ناجه رسید. این رقم معمولی بود. حالا باجه که به باجه رسید، نفس هر کدوم از اینا به ناجه رسید. حتی دیده شده که روابط 2 تا خواهر رو 2 تا باجناق قطع کردن. واقعا دو از انصاف بعد گریه کرد. تو چطور دل میشی به خاطر اینکه باجناقت مبل داره و موبایل داره تو نداری باش حسودی میکنی؟ و مگر خداوند عزوجل خلاف عدل کرده؟ من وقتم گذشته اگر این قضیه رو باز میکردم، 2 تا خواهر رو با هم دیگر برای همیشه رشته خویشاوندی رو قطع میکنه به خاطر اینکه 2 تا باجناق با هم قرن. 2 تا مادر شوهر و عروس، پدر شوهر و عروس، خواهر شوهر و عروس اصلا وقت همدیگر رو میبینن گویا دشمن یکدیگر رو میبینن. تو خانه که نه، تو یک محله هم نمیتونن زندگی بکنن و سالیان سال روی همدیگر رو نمیبینن. 2 تا برادرزاده، 2 تا عموزاده، 2 تا پسر دایی، 2 تا خواهرزاده و دایی، عموزاده و برادرزاده سالیان سال خانه همدیگر رو نمیبینن. تازه جالب اینجاست که هر کس میگه مقصر طرف دیگره. همه ما شدیم مفتی، همه ما شدیم عالم، خودمان میبریم و میدوزیم و چاکش میکنیم. میگه آقا جان مقصر و چرا تو اون اگر اینطور میکرد من اینطور میکردم. آقا تو برو خود کن خودتو، تو خودتو مقصر میدونی، اونو مقصر میدونی و خودتو حاکم به اون آقا، اون تو رو مقصر میدونه خودش حاکم. و هر کدوم ما ماشاءالله 10 منی منم نمیشیم که بیام بالاخره سلام علیکم بکنیم. این با این غرور و کبر و نخوت به جای رسیده که نمیتونیم خودمان رو خرد بکنیم. چه توجیهی؟ چه دلیلی؟ دلیلی وجود نداره. اگر اون مشکل درست کرده تو برو، پیامبر خدا میگه تو رو وصلش کن، 2 بار برو، اگر نیامد بلش کن به امان خدا. اما این کار رو بکنید جوانان عزیز، به خواهرای مسکینتون سر بزنید، به عمهاتون به خالهاتون، نکنه رشته خویشاوندی رو ببرید برای همیشه. و تازه بسیار از برادر خواهرام قهرن به خاطر اینکه ارث و میراث. چرا؟ چون که بابا که فوت کرد دیگه تمام شد. تا دیروز توی خانه بودن بابا که مرد دیگه به جون هم میفتن. چرا؟ چون که خواهر تقاضای ارث کرده، داداشم چشمش به زانتیاست، نمیتونه اگر به خواهر بده تمامه، خبر نداره که این حق خواهره، حق مسلمشه. تا ما توجیه میکنم میگه خواهر، میگه چیه؟ میگه ما زمانی که ما دیوانه بودیم 2 میلیون جهیزیه بهت دادیم. به 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 به، از کی تا کی جهیزیه شده میراث؟ اون پدر مرده پدر شما که در حیات اینا رو داده حقشه. تو بس خوردی قلدرشید داماد شدی تو هیچی؟ جهیزیه دادیم به 2 تا گوسفند به عنوان رونمایی بهت دادیم، زمانی که تو دعوت کردیم خانه طلبونی بهت دادیم، همه رو میزن پای میراث. اون قدر حساب میکنن آخر ما 2 میلیون خواهر به داداشش بدهکار میشه. جالبه. یا میان به خواهرها حقوق زنها واقعا دارن ضایع میشن به حقوق دختران، یا میان بعد از مرگ بابا خواهر ارث میراث میخوای، خواهر میخوای، هر منظور خواهر بگه نه داداش خدا خیرت بده، تمام شد دیگه. فقط فقط منتظری که بگه نه
بوسه بذاره برای کلاش بره دنبال کارش. این حقوق مردم خوردن و این روابط خویشاوندی رو قطع کردن به خاطر این قضایا ارزش نداره برادر. این مال به بابات چه وفا کرده که به تو بکنه؟ و مال مجانی بادآورده رو باز میبرد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که امام من و شماست، پیشوای من و شماست، نشسته بودن برای عیادت مریض رفته بودن. این مریض حالت احتضار بود، حالت مرگش بود، داشت میرفت. چراغ فانوس اونجا روشن بود که روشنایی اونجا بالاخره خانه رو به عهده داشت. ناگهان در همین موقع میت مرد، اون مریض مرد، از دنیا رفت. امام ابو حنیفه اون که مرد چراغ رو برات خاموش کرد. گفتن ای امام چیکار کردی؟ گفت این چراغ تا همین الان مال میت بوده، تا مال همین بیمار بوده، الان که مرد این چراغ مال ورثه است، مال من شما نیست و بدون اجازه ورثه اجازه استفاده از این چراغ رو نداریم. اینو میگن امام ابو حنیفه، کسی که ما سنگ تبعیت از اون رو بسنی میزنیم. کجاییم ما؟ مال خودم برای خودم، مال همسایه برای خودم، مال خواهر برای خودم، مال بابا برای خودم. بخور به کجا میخواد برسی؟ گردنش رو یک بغل، فردا مردم هم میتونه تو رو تشییع جنازه بکنه، بس که هیکلت بزرگه. مال مردم خوردن نداره، مال مردم جواب دادن داره. به قول حضرت اقبال و در آخر صحبتم شعرشو میخونم که حضرت اقبال لاهوری رحمت الله علیه میفرماید: سر دین صدق مقال، اکل حلال، خلوت و جلوت تماشای حلال، در ری حق سخت چون الماسی، دل به حق بربند و بی وسواسی. وسواس بزانه تا ندانی نکته اکل حلال، بر جماعت زیستن گردد وبال. آه یورپ زین مقام آگاه نیست. میگه آه که اروپا از این مقام حلال خوری آگاه نیست. اقبال به خودش زمان خودش میگه، من میگه آه که مسلمانان از این مقام آگاه نیست. چشم او ینظر به نور الله نیست، چون که اروپایی ها خدا رو میبینن، خدا رو قبول نداره. من و تو چی؟ او نداند از حلال و از حرام، حکمتش خام است و کارش ناتمام. امتی بر امت دیگر چرد، دانه این میکارد حاصل آن برد. عالمی اندر جهان خیر و شر، کم شناسد نفع خود را از ضرر. شر برخیزد ز اعمال حیات، شر شریعت بله در دلش از روشن از نورش ظلام کائنات. گر جهان داند حرامش را حرام، تا قیامت پخته گردد این نظام. لذا اگر واقعا حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بدونیم، مطمئنا سروران عزیز مشکلات ما رفع خواهد شد. لذا این آیه آخر میفرماید که سومین دستورش و ایتاء ذوالقربی، دادن حقوق به خویشاوندان، مستحکم کردن روابط خویشاوندی، اینجا قهرها را کنار زدن، توجیهات را کنار زدن، مقصری ها را به گردن دیگری انداختن، همه را کنار زدن انشاءالله، تا اینکه کانون اجتماع ما کانون گرم، پویا، دلنشین و با نور خداوند عزوجل انشاءالله روشن بشن. دوستانی که واقعا قهرن و امروز با شنیدن این آیات و احادیث قول میگن از امروز برن پیش باجناقشون، پیش کسی ازشون قهرن، واقعا لله دستشون رو بلند بکنن. کسانی که قهرن دستشون رو بلند بکنن. بله یک نفر احسنت، دستشون رو بالا کنید. دو نفر احسنتون، زودتر بالا کنید. سه نفر، بارکالله. چهار. این احادیث خیلی تکون دستم میگه اگه مردید داخل جهنم میدم. دستاتون رو همه بلند کنید. بله دو سه مرتبه برو، اگر قبول نکرد خلاص یک مرتبه دیگه میروزم برو انشاءالله. یک مرتبه دیگه هم برو. البته همه دستاشون بلند کردن، از قبل معلوم همه تون تحلیل ها. ای بی انصافا. بیاد انشاءالله کانون گرم خانواده رو با نور قرآن ایمان انشاءالله گرم کنیم. صلوات محمدی نازل فرمایید. وقت من خیلی گذشت، معذرت میخوام دوستان رو خدمت دوستان عرض بکنم. اول اینکه با توجه به اینکه هفته گذشته ما شاهد سانحه بسیار دلخراش تصادف امام جمعه محترم اهل سنت تایباد در سانحه رانندگی متاسفانه جان خودشان را به اعلای علیین تحویل دادن و الله ذوالجلال روح این مرحوم بزرگوار رو به جانب خودش برد. به عموم مسلمانان جهان و شما مردم مؤمن و متعهد تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند عزوجل روح این مرحوم بزرگوار رو با علمای نیکنام صدر اسلام صحابه رسول الله محشور بفرماید. قطعا از دست دادن چین علمایی ضایعه بس سنگین و جبران ناپذیری است که بر پیکر مسلمین فرود میاد که قطعا موت العالم موت العالم. عالمی اگر امروز دنیا بره، عالمی در خاموشی خواهد رفت. از دست دادن علمای ربانی،
علمای گرانقدر ضایعه است که با هیچ پول و مالی جبران نخواهد شد. پروردگارا روح این مرحوم را با صدیقین شهدا محشور بفرما. علمای ربانی حقانی ما رو در پناه الطاف خودت خدایا حفظ بفرما. از شر مکاید دشمنان اهریمنها پروردگارا حفظ بفرما. امیدواریم که خداوند عزوجل همه ما را توفیق عمل کردن عنایت بفرماید. این مسئله